با سلام و تبریک به همه شما دوستای خوب بیننده. امشب یه موشکافی اساسی داریم، یه موشکافی تاریخی داریم. یعنی میخوای طوری موشکافی کنیم که برق از کله عظما بپره و عمامشو خاکستر کنه. این دفعه به جای برق پاره‌های حکومتی میریم از یه روزنامه آمریکایی شروع میکنیم، از روزنامه نیویورکر. روزنامه نیویورکر 16 ژانویه 2006. 14 ماه پیش پرزیدنت اوباما به یک کانال دوم به کلی سری در تهران اجازه مذاکره برای آزادی آمریکایی هایی که ناپدید شده بودند و یا در ایران زندانی شده بودند را داد. ملاقات ها توسط دولت سوئیس تسهیل می شد و اغلب در ژنو برگزار می شد. که اینطور پس زیر عبای عظما خبرایی بوده که قرار بوده مخفی بمونه و جایی درز نکنه، اما حالا از کانال دوم اومده کانال اول و به تیتر رسانه‌های دلواپسا تبدیل شده. سایت مرصاد نیوز: اوباما مجوز مذاکرات دیپلماتیک محرمانه با ایران را برای آزادی زندانیان صادر کرد. روزنامه جوان، ارگان بسیج ضد مردمی. کری نکته مهم دیگری هم گفت و آن این که حتی اگر تحریم ها لغو نمی شدند نیز زندانیان آمریکایی آزاد می شدند، زیرا به گفته او یک مسیر مجزایی وجود داشت. بله، مسیرش مجزا بوده. ظریف تو کانال یک راجع به هسته‌ای مذاکره میکرده، بعد اینا تو کانال دو راجع به زندانیان مذاکره میکردن. حالا یکی به بنده موشکاف جواب بده که راستی تو اون بحبوح مذاکرات چند کاناله این خزعبلات چی بود که از حلقه ولی فقیه تراوش کرد؟ ما فقط در قضیه هسته‌ای به دلایل مشخصی که مکررم این دلایل رو ذکر کردیم موافقت کردیم برن مذاکره کنن. خب مذاکره کردن، به حمدالله مذاکره کنندگان ما هم خوب ظاهر شدن در این عرصه، اما در عرصه های دیگر ما اجازه مذاکره ندادیم و با آمریکا مذاکره نمی کنیم. با همه دنیا ما مذاکره می کنیم، با آمریکا نمی کنیم. برو اوزی، برو که اگه دروغ هنناق بود تا حالا هب کفن پوسونده بودی. آخه اگه یه روده راست تو شکمت بود که ولی فقیه نمی شدی. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. بفرمایید. اینم یه افاضه دیگه. پشت هم اندازی که میگن اینه ها، همینجوری یه ذرت پرت کرده. بعد حالا حلقه های خالی بندیش یکی یکی داره وا میشه. ببینید همون موقع چه ماسمالیزیشنی هم را انداخته بوده. اینی هم که دم از مذاکره و گفتگو میزنن، این برای نفوذ است. یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل انگاری میکنند، سهل اندیشی میکنند، مطلب رو درست نمیفهمند. اون امام گور به گوریت هم از این قمپوزا زیاد در میکرد. از یه طرف میگفت آمریکا رو زیر پا میگذاریم، بعد از اون طرف میرفت پابوس آمریکا واسه کیک خوری و کلت بری. حالا تو هم میخوای هدای اونو در بیاری، اما حواست نیست که تو دوره پسا زرخوری جای این شلتاق پلتاقا نیست. یه وقت دیدی دروغت لو رفت و بعد خر بیار و بسیجی و شیخ ریزشی بار کن. من صبح به یه آقای گفت رفتن خدمت مقام معظم رهبری، ایشون پذیرفتن. آخه این بازی باید دیگه تموم شه. یعنی چه؟ آقا یه چیزایی علنی اعلام میکنه، بعد میگن رفتن خصوصی به آقا گفتن ایشون پذیرفته. این واقعا درست نیست اینطوری. نتیجه موشکافانه این که این سیدعلی زرخورده بدبخت میخواست با این مذاکرات مخفی
به همه طرف حسابا بگه صاحب این نظام منم و اگم قرار باشه مذاکره صورت بگیره باید یه پاش من باشم. خودم بهتر و بیشتر از هر کوسه ای اهل اینجور کارام، هم با یواشکی و با پوز ضد استکباری، همون جوری که همه کاریو به نام اسلام میکنم. یعنی میخواد اینجوری نون جماعت کوسه را آجر کنه، اما خبر نداره که ته این داستانو یکی دیگه است که میبنده. کار از مذاکره و معامله و این حرفا گذشته. زهرتو بخور عظما که وضع خیلی خرابه.